بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امروز بیشتر خبری رو میخوام خدمتتون عرض کنم که انشاءالله خبر مسرت بخشی است برای همه شما. با اون همین است که امروز با شما بار دیگر از پوستر فراخوان ساخت و ساز مقبره حضرت شمس تبریزی در شهرستان خوی رونمایی دیگری در جمع اهالی فرهنگ و فریختگان خواهد شد. میدانیم و میدانید که اساتید ثابت فرمودند مقبره شمس تبریزی در شهرستان خوی واقع شده. به همین دلیل هم عزیزانی از این شهرستان هم معمولاً در جمع ما حضور دارند. از سال 1386 این مقبره متروک و مهجور شناسایی شد و آزادسازی فضا انجام شد. آن مقبره مهجور 400 متری امروز به چندین هزار متر مساحت تبدیل شده. بنیاد میرمیران همت کرد و از طرف بنیاد شمس تبریزی و مولانا نمایندگی دارد که فراخوانی رو اعلام بکنه. معماران عزیز و طراحان در سراسر جهان آنچه که در توان دارند بیاندیشند، انشاءالله طرحی شایسته برای ساخت منار و بارگاه شمس تبریزی در خوی انشاءالله فراهم بشود. این پوستری است که برای این کار تهیه شده و این پوستر هم در خدمت شما خواهد بود. به دوستانتون در داخل و خارج از کشور اگر دارید معماران و طراحانی انشاءالله خبر بدید، روی سایت بنیاد میرمیران برن و طرحهاشون رو برای ما عرضه کنند. تشکر فراوان میکنم. امیدواریم که این نشست‌ها و این جلسات همینجور با شکوه برگزار بشه. از استاد جلالی که دبیر این همایش با شکوه هستند، استاد عزیز جناب آقای دکتر سبحانی مشوق همراه و عضو برجسته بنیاد شمس هستند، جناب آقای دکتر مرقاتی استاد فرهیخته و نازنین و همه کسانی که برای ایجاد چنین محفل خوبی زحمت میکشن سپاس و تشکر دارم. با این جمله گفته می شود منسوب به شمس، امیدوارم مال شمس باشه چون خیلی قشنگه. استاد موحد اگر تایید بفرمایید از این بعد میگیم مال شمس، که فرمود من گنگ خوابیده و خلقی تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الصلاة و السلام علی اول العدد و صاحب الابد الذی روحه نسخة الاحدیة فی اللاهوت و جسده صورت معانی الملک و الملکوت و قلبه خزائن الحی الذی لا یموت طاووس الکبریاء و حمام الجبروت العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در ماه گذشته استفاده کامل کردیم از محضر مبارک استاد دکتر موحد که واقعاً سند و حجت هستند از برای مولوی شناسی و شمس شناسی و متشکر هستیم از همت جناب آقای دکتر ایوبی و جناب آقای دکتر جلالی و همکارانشون که باعث و بانی این مجلس شریف شدند که اهل ذوق و اهل دل و دوستداران شمس و مولانا بتوانند ماهی یک بار گرد هم جمع بشوند و از اندیشه های اون دو حکیم بزرگوار مستفیض بلکه مست فیض بشوند. من یه وقتی فکر کردم ببینم که از کجا با مثنوی آشنا شدم. یادم میاد من 6 ساله بودم، مرحوم پدرم واعظ بودند، یعنی همون شغلی که جلال الدین محمد بلخی هم قبلا داشته.
و کتابخانه مفصلی داشتن در مشهد که بعد از کتابخانه آستان قدس رضوی 4مین کتابخانه به شمار می آمد. همیشه دم دستشون یک کتاب بزرگ بود که از کتاب‌های دیگرشون بزرگتر بود. و من شاید 5 ساله یا 6 ساله بودم که فکر کردم خب این کتاب باید خیلی مهمتر از کتاب‌های دیگر باشه که قطور هست. یک دفعه پرسیدم از پدرم که این کتاب چیه؟ فرمودن مثنویه. که ما نفهمیدیم که این کلمه چی هست، یعنی چه مثنوی، مال کیه، از کجاست و اینها. همینقدر فهمیدم این کتاب قطوره و خطش رو که نگاه کردم خط زیبایی بود، به علت اینکه این چاپ بمبئی بود که به خط نستعلیق بود. خب منم بچه بودم، از این انحناء و به قول فرنگی ها اون کروهاش شاد می شدم وقتی نگاه می کردم، برخلاف خطوط روزنامه بود که هر روز به دستمون می رسید. تا این کم کم به سن بالاتر رسیدم و همراه پدرم می رفتم برای استماع منبرهای ایشان. ایشون هم اهل ذوق بودن، در مشهد شاگرد آقا بزرگ حکیم بودن که همون کسی که استاد مرحوم الهی قمشه‌ای هم بودن. ایشون در مطالب منبری غیر از آیات و احادیث استشهاد می‌کردن به بعضی از اشعار که وقتی من ازشون می‌پرسیدم این شعرها مال کی بود، باز هم می‌گفتن مال مثنوی. حتی مولوی هم نمی‌گفتن، این به انتساب به همون کتاب می‌دادن. و اون اشعار بعضی از کلماتش رو می‌فهمیدم چیه، ولی این که واقعاً چه معنا داره نمی‌فهمیدم. نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابله‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. خب من اون چی که در اون سن 8 سالگی یا 7 سالگی از این شعر میفهمیدم، همین نردبان و افتادن از نردبان و شکستن استخوان بود، اما این که گوینده این چه هدفی داره نمیفهمیدم. اسب همت سوی آخر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. آخر آدم زاده ای بل شرف، چند پنداری تو پستی را شرف. باز هم همینطور کلمه اسب رو میفهمیدم، کلمه آخر رو هم میفهمیدم، اما این که کل این مجموعه به چه معنی است نمیفهمیدم. تا اینکه وارد دبستان شدیم و در اونجا 1-2 قطعه بود که در حقیقت با کمک مرحومه مادر و اینها متوجه می شدیم که چی میخواد بگه. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی، تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم شوم کنم شانت سرت. که بعد مورد عتاب موسی قرار گرفت و خداوند هم موسی رو سرزنش کرد که این با زبان خودش داره حرف میزنه، تو چرا او رو سرزنش کردی؟ هر کس به زبانی سخن و حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و طوطی به ترانه. یکی این قطعه بود. یکی دیگهش اون داستان حضرت علی ابن ابی طالب بود، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب بعدم پرسیدیم که خدو چیه؟ گفتن آب دهنه، یعنی اهانت کرد به حضرت علی ابن ابی طالب. و حضرت علی ابن ابی طالب هم خودشون رو کنار کشیدن از کشتن او و بعد سوال کردن که این به شما اهانت کرد، چرا خودتون رو کنار کشیدین از قتل او؟ گفت چون خدو انداخت اندر روی من، نفس جنبید و تبه شد روی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق
نبود روا. خب اینها رو وقتی معلم برای ما گفت، ما دریافتیم که در فضیلت مولا الموالی حضرت علی بن ابی طالب هست و اون گذشت و فرو خوردن خشم و اینها بود که در حقیقت برای ما آموزنده بود، تا رسیدیم به زمانی که در دانشگاه در خدمت مرحوم بدیعالزمان فروزانفر در کلاس‌های درس دانشکده ادبیات ما یکی از درس‌هایی رو که ایشون برای ما معین کرده بودن و در کلاس هم می‌خوندن همین مثنوی بود، دفتر اولش، و فرموده بودند که در هر جلسه 1 صفحه یا 2 صفحه می‌خوانند و بقیه رو خودمون بریم مطالعه بکنیم. خب این فرصت بسیار خوبی بود که ما وارد متن مثنوی معنوی شدیم. حال بعدها که در 1340 تا 42 من در دانشگاه لندن در مدرسه السنه شرقیه تدریس می کردم، یکی از مواد درسی همین منتخب دیوان شمس بود که به وسیله مرحوم آربری تهیه شده بود. خب قطعه کوچیکی هم بود، ما اونجا درس می دادیم و در اونجا با غزلیات شمس آشنا شدیم و همراهش با ترجمه انگلیسی بود که اون غزل معروف دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفت اون که یافت می نشود آنم آرزوست. در اونجا آمده بود که با چند غزل دیگر خیلی جلب توجه من رو کرد. با این کیفیت ما با شمس و مولانا آشنا شدیم و تا وقتی که مرحوم بدیعالزمان فروزانفر دار فانی را وداع کردند و همین درس مثنوی در دانشکده ادبیات به من محول شد. خب این درس رو که ما میدادیم، سعی من بیشتر بر این بود که کلمات کلیدی، کلماتی که دارای مفاهیم عرفانی هست مشخص بکنم از این کتاب که تکیه رو بر اون بکنم در ضمن درس دادن. مثلا کلمه عشق و عقل، عشق رو که در برابر عقل آورده میشه. خب نشان دهنده این بود که مولانا توجهش به عشق زیادتر است تا عقل و در اونجا در مورد عقل میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، گر به استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین شدی. و تا به اونجایی که میخواست که میگفت که در اونجا عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، یعنی عقل تا حدود معینی میتونه جلو بیاد، ولی اون عشقی که در حقیقت فراگیر هست. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. ما باید آفتاب رو با خود آفتاب بشناسیم. چه چیزی روشن‌تر از آفتاب هست که ما با کمک او آفتاب رو بشناسیم؟ خب این توجه به این است که یکی از طرق شناخت خداوند این است که خداوند را با خداوند بشناسیم، که آیه شریفه قرآن هم بر همین دلالت می کند. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، آیا برای تو کافی نیست که خداوند خودش شاهد بر وجود خودش هست؟ خب این همونه میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. خب این رو در حافظم مسئله عشق و عقل در برابر هم آورده شده. عقل میخواست که از این شعله چراغ افروزد، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.
خب این اصلی بوده است از اصولی که اهل تصوف و عرفان به آن معتقد بودند. در تمام متون عرفانی، همین آثار منتسب به شمس، میبینید این مسئله هست که این تقابل بین عقل و عشق و حتی در فلسفه شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، در آغاز کتاب شیخ اشراق میگه فیلسوف کامل اون کسی است که از هر دو سرچشمه بهره بگیره، هم از چشمه عقل و هم از چشمه عشق. عقل رو نمیشه رها کرد و عشق هم بدون عقل ما رو ره به جایی نمیبره. کشف و شهود و مشاهده و اون حالات درونی تنها کافی نیست. این خداوند عقل رو به انسان داده که در حقیقت چراغی باشد از برای انسان. از این جهت است که میگفتن عقل، وقتی عقل رو که در برابر شرع مقایسه میکردن، میگفتن عقل شرع داخلی است و شرع عقل خارجی است. این است که به عقل اهمیت میدادن و سهروردی میگه که فیلسوف متعله، یعنی فیلسوفی که خداشناس است، باید هم اهل ذوق باشد و هم اهل نظر باشه. لذا حاج ملا هادی سبزواری در کتاب شرح منظومه خودش وقتی میخواد از شیخ احمد احصایی نام ببره میگه و رأیت من له حظ من الذوقیات ولا حظ له من النظریات. میگه شیخ احمد احصایی بهره از ذوقیات و کشف و شهود داشت ولی بهره از عقل و استدلال نداشت. در هر حال این مطالبی که ما اون وقت استخراج میکردیم بیشتر کلمات کلیدی مولانا بود و خب بعد دیدیم این یه دریاست. برای چی؟ برای اینکه مولانا متصل به سرچشمه‌های متعدد بود. اولا مولانا در کجا به دنیا آمد؟ در بلخ به دنیا آمد. بلخ یکی از مراکز بزرگ مذهب بودایی بوده که به بلخ گزین شد بدون نوبهار که یزدان پرستان اون روزگار مرون خانه را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان این زمان. یعنی در حقیقت در اون زمانی که نوبهار بلخ وجود داشته مردم از تمام اقطار عالم در اونجا جمع می شدن که شاعر هم اشاره به همین داره و اونجا مرکزی بود از برای علم و دانش و حتی بعضی ها نوشتن که بیت الحکمه خاص خودش رو داشته بلخ، همونطوری که بیت الحکمه مأمون در بغداد مرکز مترجمان و فلاسفه و متکلمان بوده، بلخ هم مرکز علما و دانشمندان بزرگ بوده و دانشمندانی که توجه به منابع مختلف علمی می‌کردن بدون اینکه استثناء قائل بشن. خب در فرهنگ اسلامی که پیغمبر اکرم فرمود اطلب العلم ولو بالصین، علم را هر چند هم که در چین هست باید جستجو کرد، از این جهت بود که علومی که دانشمندانی مانند مولانا بهره می گرفتند از جاهای مختلف بود. شما الان نگاه میکنید همین مثنوی رو میبینید که یک سرچشمه است، سرچشمه قرآنه، یک سرچشمه احادیث پیغمبره. چقدر در مولانا کلمه گفت پیغمبر هست. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زندر برون آید سری. گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار. گفت پیغمبر که هر کو سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی و اشتر ببند. خب شما اگر در کشف الابیات مولانا تورقی بکنید چقدر گفت پیغمبر. تازه بسیاری از اشعار هست که اخذ شده از احادیث که اونجام ذکر نشده که این گفته پیغمبر هست. و همچنین قرآن
چقدر آیات قرآن در مثنوی معنوی وجود داره، چقدر ترکیبات قرآنی در اونجا وجود داره. خب بعضی ترکیباتی هست که همه مردم میفهمن، بعضی هم هستن که آشنایی اگر با قرآن داشته باشن میفهمن. گفت معشوقی با عاشق کیفتا، تو به قربت دیده ای بس شهرها، گو کدامین یک از اونها خوشتر است. گفت اون شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سم الخیاط. سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن. خب اینجا صحبت میکنه، میگه که اگر ما جایمون تنگ باشه و حتی به تنگی سوراخ سوزن باشه، ولی یار ما، دلبر ما کنار ما باشه، برای ما مثل صحراست. سم الخیاط مع الاحباب میدانو، سوراخ سوزن با حضور احباب و دوستان برای ما یک میدانه. خب این سرچشمه بزرگ. خب مسلماً مولانا که به موعظه و تذکیر می پرداخته و مردم رو ارشاد می کرده، متوسل به این آیات و احادیث می شده که این آیات و احادیث رو در مثنوی خودش به کار برده. و بعد از سرچشمه های دیگر از مسیحیت، خب وقتی آمده به قونیه، در اونجا آشنا شده به فرهنگ مسیحی و چه بسا استفاده هایی که از کشیش ها و راهب ها کرده و مضامین انجیل رو در مثنوی خودش آورده. مثلا این مثنوی این مضمونی رو که میگه که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، کسی به ملکوت آسمان ها نمیرسه مگر اینکه 2 بار زاییده شده باشه. خب این مضمون رو، مضمون به قول فرنگی ها میگن ریبرس، اینو از مسیحیت گرفته که انسان 2 بار زاییده میشه. یک بار از رحم مادر زاییده میشه و به این فراخنای این دنیا میاد. این دنیا هم در برابر اون دنیای روحانی و معنوی مانند رحم مادر هست و باید از اون هم زاییده بشه. لذا میگن سقراط بود که مادرش ماما بوده، گفته مادر من بچه ها رو میزایوند، از رحم مادر به این دنیا می آورد و من هم شغل او رو دارم که میباید از این دنیای مادی مردم رو نجات بدم و دنیای معنوی وارد بکنم. گر دوباره آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. این شعر مولاناست دیگه. شعرهای دیگه هم به همین کیفیت گفتن گرچه یک بار زاده اند، بیا بی عالم دیگر اگر دوباره بزایی. خب ما ببینیم بنابراین این مثنوی یک گنجینه فرهنگی است که همه چیز توش هست. یعنی هر چیزی خوبی از هر جا بوده مولانا اخذ کرده به مفاد اون چی که در قرآن کریم آمده است که بشارت بر کسانی باد که سخنان رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنن. یستمعون القول فیتبعون احسنه. مولانا هم به همین کیفیت بوده. اون چرا که میشنیده، اون چرا که میدیده، بهترینش رو انتخاب میکرده. بنابراین مثنوی مولانا برگزیده از برگزیده هاست. از این جهت است که عارف و عامی وقتی میخوانن از اون استفاده میکنن. مسلمان و غیر مسلمان از این کتاب استفاده میکنن و مطالبی که در اونجا آمده، چقدر مطالب درباره توحید آمده، برای خداشناسی آمده. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمانان خاموشیم. اون چی که درباره تحول انسان آمده،
از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. بار دیگر چون بمیرم از بشر، از ملائک من برارم بال و پر. بار دیگر از ملک پرون شوم، اون چه اندر وهم ناید اون شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. خب این در حقیقت داره توجیه تحول انسان رو میخواد بکنه که به کمال رسیده. نهایت کمالش هم این است که تقرب به خداوند پیدا بکنه، که در تعریف فلسفه هم گفتن تشبه به خداوند است به قدر طاقت بشریه. خب این انسان شناسی مولانا، اون خداشناسی مولانا و همچنین زندگی مولانا، توجهش به آهنگ و الحان، ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدون ناقور کل. پس حکیمان گفتن این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. خب این اشاره داره به اون چیه فیثاغورس گفته بوده که ما از حرکات افلاک این نواها و آهنگها و این لحنها رو ما گرفتیم. یا اون چه که توجه به خانواده داشته، عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون شهر رهبر است. عشق مجازی هم اگر باشد، عشق مجازی ما را به عشق حقیقی راهنمایی میکند، که مثالی که میارن عرفا، المجاز قنطرة الحقیقه، مجاز پلی خواهد بود از برای حقیقت. شما وقتی میبینید که مولانا میگه ای بسا از نازنینان خارکش، بر امید گل عذاری ماهوش، چی رو میخواد بگه؟ ای بسا حمال کرده پشت ریش، از برای دلبر محبوب خیش، کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ماه. خب این چی رو داره میگه؟ این زندگی رو داره میگه، زیبایی زندگی رو داره در اینجا توصیف میکنه. بنابراین ما باید قدر این گنجینه گرانبهایی که به دست ما رسیده و درش همه گونه مطلب ما میتونیم پیدا بکنیم بدانیم. و ما امیدوار هستیم که این بنیاد شمس و مولانا کوشش بکنه که مطالبی که در مثنوی، دیوان شمس و کتاب‌های دیگر، مقالات فیه ما فیه هست، اینها رو به صورت اختصار در دسترس جوانان بذاره و در حقیقت جوانان از این چشمه شاداب تر و تازه بشن و اون چی که واقعا روح انسانیت هست در اونها پیدا بشه به وسیله اون چی که در این کتاب و آثار دیده میشه. چه مقدار مطالب فلسفی هست، همون استاد با بیان شافی و وافی خودشون هفته گذشته مسئله نی رو بشنو از نی، چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند. خب این اشاره به مطلبی هست که فلاسفه و عرفا متفقاً گفتن که انسان مرکب است از تن و جان، جسم و روح، جسم و نفس. جسم از عالم خاکی است و نفس و روح از عالم بالاست. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این روح برای مدت معینی زندانی بدنه. ای خوشون روز که پرواز کنم از بر دوست. خب اینو تمام عرفا گفتن و منطبق با شریعت هم هست که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. ای نفس آرام، تو باید روزی برگردی به سوی اصل خودت. به هر که چون دور ماند از اصل خیش، باز یابد روزگار وصل خیش. یعنی چیه؟ یعنی نفس ناطقه انسانی در این عالم غریبه
و گرفتار این بدن خاکیه. باید روزی برسد که هر جزئی به اصل خودش برگرده. جان نهاده سوی بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها، به جای خودش بره و از این غربت بیرون بیاد. خب این رو سایر شعرا هم اشاره کردن. ناصر خسرو میگه خرد چون به جان و تنم بنگریست، از این هر دو بیچاره بر جان گریست. بدو گفت که اینجا غریب است جان. جان غریبه، بدن جز خاک در سرزمین خودش هست. بدو گفت که اینجا غریب است جان، به جان کن عنایت که تن ایدری است. تن که سر جای خودشه، تو خونه خودشه. عنایت نمودن به فضل غریب سر فضل و اصل نکو محضری است. آدم غریب رو باید مورد توجه قرار بده و این غریب جان انسانه. جان انسان هست که محترم هست، نباید آلوده بشه با عوارض جسم و ماده و تن. اینو در حتی در مذهب پیش از اسلام ما دو عالم داریم، یکی گیتاه، یکی مینوک. خب اون مینوک اون عالم معنویه، عالم مینویه. در هر حال ما اگر خواسته باشیم که فضائل و مناقبی که از برای مولانا و شمس هست و این آثاری که این دو برای ما به یادگار گذاشتن، این زمان گنجایش اون رو نداره. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، مثل ریختن دریاست در یک کوزه. بنابراین ما باید در انتظار این باشیم که این مجالس با همت دوستان بزرگ ما تکرار بشه و هر روز از روز دیگر پربارتر بشه و حتی اگر هم جا و مکان در اینجا تنگ بود، به جای و مکان وسیع‌تری بتوانند انتقال پیدا بکنن که این مملکت، این شهر چند میلیون جمعیت داره؟ 15 میلیون، مملکت 70 میلیون. اینا همه تشنه معنویات هستن. اینا تشنه افکار و اندیشه های مولانا و شمس هستن. خب همینطور مسائل دیگری، شما مثلا همین مردن پیش از مردن، خب این یک تعبیری است که عرفا و صوفیه آمدن گفتن موتو قبل ان تموتو. بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. و معتقد بودن که انسان دو نوع مرگ داره، یکی مرگ طبیعی، یکی مرگ ارادی. مرگ ارادی اینه که خودش رو بمیرانه، یعنی خواهش های نفسانی خودش رو بکشه و حرص و طمع و آز و صفات رذیله رو از خودش دور بکنه. این یک مردنه. میگه اگر این کار رو بکنه، اون مردن طبیعی دیگه مردن نیست. من امات نفسه موتا ارادیا کان موته طبیعی حیاتا له. اگر کسی که خودش را با موت ارادی بمیراند، اون موت طبیعی براش حیاته، براش زندگی است که مولا آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات. چه مسائل مهم فلسفی، چه مسائل مهم کلامی در همین مثنوی مندرج هست. یکی از مسائل مهمی که مولانا مطرح میکنه مسئله جبر و اختیاره. این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. کافران در امر دنیا جبریان، مؤمنان در امر عقبا جبریان. خب چقدر این مسئله جبر و اختیار رو میاره.
و باز هم توجهش به همون جنبه میانین داره که نه جبر است و نه اختیار، بل امر بین الامرین. در یک جا شما میبینید که از آثار مولانا استفاده جبر میشه، در یک جا استفاده اختیار میشه. گر بپرانیم تیر اون نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. تا ز قرآن بازجو تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. وقتی تو تیر انداختی، این تو نیستی که تیر میاندازی، این خداست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب این مسئله جبر و اختیار رو در جاهای مختلف به صورتهای مختلف مطرح میکنه. و این در برابر اشعری ها که جبر محض رو قائل بودن و نظام حاکمه هم مایل بود که مردم عقیده به جبر داشته باشند، ولی مولانا چنین عقیده ای رو نداره و بزرگان اسلام هم میگفتند که اگر ما جبر محض باشیم، بنابراین خداوند عدالت خداوند رو انکار میکنیم. اگر کار بود است و رفته قلم، چرا خورد باید به بیهوده غم. ستمکار زی تو خدای است اگر، به دست تو او کرد بر من ستم. عقوبت محال است اگر بت پرست، به فرمان ایزد پرستد صنم. به میان قدر و جبر ره راست بجوی، که به نزد عقلا جبر و قدر درد و اناس. خب این مطالب علمی که مطرح بوده در فرهنگ اسلامی، تمامش در مثنوی مولانا به صورت مستوفی بیان شده و ما یک چنین کتابی رو داریم. کدوم ملت هست که همچین کتاب جامعی داشته باشه؟ اون کسانی که علاقه‌مند به داستان و قصه هستند. چقدر قصه و داستان در مثنوی مولانا بیان شده. اونهایی که اهل عرفان هستند، چه مقدار اشارات عرفانی و رموز عرفانی در غزلیات شمس مطرح شده. ظاهر و باطن، تنزیل و تعویل، مثل و ممثول، که اینا همه در اونجا هست که ظاهری آورده و باطنی اراده شده، مثلی آورده، ممثولی اراده شده. این همه رمز و مثلها را کلید جمله در خانه پیغمبر است. هر که بر تنزیل بی تعویل رفت، او به چشم راست در دین اعور است. ای گشاینده در خیبر، قرآن بی گشایش های خوبت خیبر است. توجهی که مولانا به حضرت علی ابن ابی طالب داشت که در جاهای مختلف، خصوصا اشاره به ولایت حضرت علی ابن ابی طالب، کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، یا اشاره به حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا، حدیث موالات، یعنی اون را کو منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. یعنی تمام اگر شما نگاه بکنید مطالب ارزنده است که برای ما ایرانی ها واقعاً میتواند سرمشق باشد، دلگرم کننده باشد، امیدوار کننده باشد. خب حالا بعضیا بحث نمیدونم تصوف و فلان و اینها رو میکنن. اولا مولانا صوفیه که در بند ظاهر باشه و تشریفات باشه نبود، حافظ هم نبود. اصلا اینا مخالف بودن، اون کسانی که ظواهر تصوف رو میگرفتن، میگفتن تصوف یه واقعیت، نه یک ظاهر. به تسبیح و سجاده و دلق نیست. حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. لذا در عالم عرفان صوفی رو میگفتن از صوف نیست که به معنی پشم. این صوفی فعل مجهول صافای و صافی مسافات، یعنی عارف کوشش بکنه اینکه خودش رو تصفیه بکنه و تصفیه شده باشه، کوشش در تصفیه و پاک کردن باطن کرده باشه و صوفیه.
در یه شعر مال ابوالفتح بستی هست که ولست انحل هذا الاسم غیر فتا صافا فصوفیه، کوشش کرد که تصفیه بشه و تصفیه شد. حتی لقب صوفی، حتی ابوالعلاء معری شاعر نابینای عرب میگه صوفیتون ما رزول صوف نسبتهم، صوفیه راضی نشدن که اینا رو نسبت به صوف بدیم، چون که پشم میپوشن، جامعه پشمی میپوشن یا خرقه هزار میخی بر تن میکنن. حتی ادعوا انهم من طاعت صوفو، اینا ادعا کردن که اینقدر اطاعت خداوند رو کردن تا اینکه تصفیه شدن و پاک شدن. این است که عارفان واقعی توجه به این ظواهر و پشمینه و این دم و دستگاه و اینها نداشتن. میگفتن این تصوف یه امر باطنی است، چیزی نیست که آدم اون رو بیاد نشون بده با این ظواهر. حتی یکی از چیزهایی که مربوط به صوفیه و عرفا بود یک نوع جامعی بود، یک نوع پارچه‌ای بود که مثل لنگ به گردنشون میانداختن، اسمش بود فوته با تای الفدار. فوته بپوشی تو تا عامه گفت شاید بودن کین صوفیستی، گرت به فوته شرفی نو شدی، فوته فروش تو بهشتیستی. که در عربی هم میگه که لیس تصوف بالفوت، تصوف به فوته پوشیدن نیست. من قال ذاک فقط غلط، کسی که این رو گفته غلط کرده. ان التصوف یا فتا صفو الفؤاد من السقط. تصوف چیه؟ این است که انسان قادر باشه به اینکه خودش رو پاک بکنه از آلودگی ها و از تمام آنچه که تعلق هست بتونه خودش رو آزاد بکنه. زرنگ هرچه تعلق پذیرت آزاد از خودش رو آزاد بکنه. یه ضرب المثلی در کتب عرفان هست، میان میگن که تشبیه میکنن با یک عبارتی که فقها در باب رقیت و بردگی اونا میارن. یه نوع برده بوده بهش میگفتن عبد مکاتب، تو کتب فقهی هست که این باعث شرط میکنه که تو مثلا باید 10,000 تومان بدی تا اینکه آزاد بشی. بعد میگن این بنده مکاتب 999 تومان و 9 قرون هم بده، به همون 1 قرون در بنده. این عبارت توی کتب صوفیه هستن، استادان تشریف دارن. المکاتب عبد ما بقی علیه درهمون، همشو داده، 1 درهم مونده، 1 جو مونده. به قول عطار میگه 1 جو مونده. مکاتب را اگر 1 جو بمونده است، بدون جو جاودان در گو بمونده است. جنوب را گرچه ناپاک است 1 موی، هنوزش نانمازی دان به 100 روی. یعنی اون عارف واقعی اون هست که جمیع تعلقات رو ببره و تمام وجودش روحانی بشه و بتونه اصلا خودش رو از این کالبد جسمانی بیرون بیاره. توی همین آثار شیخ اشراق هست که اون کسانی که وارسته هستن، عارف واقعی هستن، اونا میتونن با اراده خودشون جان لطیف خودشون رو از بدن کثیف بیرون بیارن. و حتی میگن این امر برای میر داماد واقع شده که توانسته روح خودش رو از جسمش بیرون بیاره، که خودش متوجه بوده جسمش در کجاست و خودش آزاد شده. در مقدمه کتاب قبساتی که ما چاپ کردیم یه مقاله‌ای هست از مرحوم هاندی کوربن، در اونجا ذکر میکنه این خلسه ملکوتیه میر داماد رو، که میر داماد گفته من در شب 15 شعبان مشغول ذکر دعای یا غنی و یا مغنی بودم، ای بی نیاز کننده، که 1 مرتبه احساس کردم که ربوده شدم، آمدم از جسم خودم بیرون و اون فضای تنگنا دیگه برای من نیست، مثل این که من اشراف به همه چیزها دارم. که شیخ شهاب الدین سهروردی هم همین رو میگه صوفی و عارف واقعی این است که مانند اون کسی که پیراهنشو
از تنش بیرون میاره و میپوشه بتونه از اون جسد خاکی و تیره و غبارآلود خودشو بیرون بیاره. خب تمام این اونچه که در مثنوی معنوی هست از این گونه مطالب علمی، مطالب عرفانی هست که هر کدومش یک در گرانبهایی است که امیدواریم که خداوند توفیق بده به ما که ما بتونیم از این کتاب شریف نگهداری بکنیم، معرفی بکنیم، سادش بکنیم، نسل جوان بیاموزن که در حقیقت ملت ما با این آثار گرانبها یک ملت فاضله بشن و کشور ما مدینه فاضله بشه. به علت اینکه با همین، چون از هر چی شما اگر تابع اخبار و احادیث هستین، خب چقدر اخبار و احادیث در اینجا هست. خب در احادیث ما هست که عقل و جهل، کتاب العقل و الجهل کافی کلینی، تمام صفات رذیله و پست رو به جهل نسبت میده، تمام صفات فضیلت رو به عقل نسبت میده. خب این در اینجا هست. فلاسفه دو عنصر ذکر میکنن، نفس و ببخشید دو عنصر ذکر میکنن، یکی عقل، یکی هوا. این عقل و هوا همونی که ما میگیم هوا و هوس، reason and passion فرنگی ها میگن. خب شاعر میگه و آفت العقل الهوا، آفت عقل چیه؟ هواست. فمن علا هواه عقله فقد نجا، اون کسی که عقلش رو بر هواش غلبه بده نجات پیدا میکنه. خب این مطالب است که در مولانا هست. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، بعضیا عقل داد، به بعضیا شهوت داد، به بعضیا هم عقل داد هم شهوت داد. خداوند به فرشتگان عقل داد و به بهائم شهوت داد و به انسانها هم عقل داد و هم شهوت داد. اگر انسانی عقلش بر شهوتش غلبه بکنه اعلی من الملائکه، و اگر کسی شهوتش بر عقلش غلبه بکنه ادنا من البهائم. خب میبینید شما از هر طریقی که خواسته باشید انسانیت و انسانیت انسان رو تقویت بکنید، از هر طریقی در همین مثنوی میبینید. اما از این که سرچشمش مسیحی بوده یا بودایی بوده، خب همین کتابی که ابو ریحان بیرونی از زبان سانسکریت ترجمه کرده به زبان عربی، کتاب پاتنجل فی الخلاص من الارتباک، کتابی که باید انسان به وسیله دستورات و ریاضات این کتاب جان لطیف خودش رو از بدن تیره و کثیف نجات بده. همین چیزی که الان گفتیم. ابو ریحان حتی در قرن ششم و هفتم بعضی از دانشمندان این کتاب رو تقدیس می‌کردن. خب ولو اینکه از مبدأ سانسکریت و بودایی به دستشون رسیده باشه. یعنی چه؟ یعنی مسلمانان هر چیز خوبی رو اخذ می‌کردن و هر چیز خوبی در این مثنوی مولانا و غزلیات شمس شما میتونید اگه سالها بشینید اینجا بحث بکنید بازم زمان کم میاد. سالها استاد موحد بشینن و بنویسن بازم کم میاد. آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. مثل در قرآن هست که اگر تمام درختها قلم بشن و تمام دریاها مرکب بشن نیست کلمات خداوند تمام نمیشه. بنگرن در لوح محفوظ ای پسر، خطهاش از کائنات و فاسدات، جز درختان نیست این خط را قلم، نیست جز دریا بر این خط را دوات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حیات
فرهنگی و قوام تمدنی هر ملتی به رجال فرهنگی و ملت هست و ملتی که رجل فرهنگی نداره در معرض خسران و گرفتاری های فراوان هست. زیارت خود رجال فرهنگی کشور ما نفساً موضوعیت داره و به خصوص برای جوانها و جوانهای ما هستند که باید بدانند چه کسانی، چه استوانه‌هایی این زنجیره تفکر متصل رو در تاریخ این ملت به ما معرفی کردند و ما رو متصل کردند با زحمات خودشون به اعماق تاریخ تفکر وسیع تمدن ما. این که در حدیث داریم که نگاه به روی عالم عبادته، به همین دلیله. هر جا که میبینید پای این بزرگان رسیده در طول عمر پربرکتشون، یک نهادی، مؤسسه‌ای، جریان فکری تأسیس شده، راه افتاده و بنیان مرصوصی، صدقه جاری علمی نهاده شده و همچنان پیش میره. بنابراین ما شکرگزار خداوند هستیم که این نعمت رو به ما داد و دست این اساتید رو میبوسیم که در میان ما هستند و با ما مینشینند، نتیجه زحمات طولانی عمرشون رو سهیم میشن و دعا میکنیم که خداوند وجود مبارکشون رو پاینده بداره. حکایت بسیار زیبای سعدی در بوستان: قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم، در خاک مغرب به آب مرا یک درم بود. برداشتند به کشتی و درویش بگذاشتند. درویش رو سوار نکردند، منو سوار کردند. مرا گریه آمد بر احوال جفت، بران گریه قهقه بخندید و گفت تو لنگی. بران گریه قهقه بخندید و گفت مخور غم برای من ای پرخرد، مرا آن کس آرد که کشتی برد. بیفکند سجاده بر روی آب، تو گفتی به بیداریم یا به خواب. شبان یاد دارم که چشمم نخفت، نگه بامدادان به من کرد و گفت. میگه صبح که رسیدم اونور جزیره، چون اینو پول نداشت سوارش نکرد، من این اونجاست. نگه بامدادان به من کرد و گفت، تو لنگی به چوب آمدی ما به پای. تو را کشتی آورد و ما را خدای. اون وقت سعدی نتیجه میگیره این بحثی که استاد فرمودن. چرا اهل صورت بدین ننگرند، که ابدال در آب و آتش روند. نگه دارد از تاب آتش خلیل، چو تابوت موسی ز غرقاب نیل. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. بعد میگه که این که ما عارفان میگن فقط خدا و هیچ چیز دیگه نه، چرا؟ آیا معنیش اینه که یعنی میگن پس این چیزایی که تو عالم هست نیست؟ نه، میگه توان گفت این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. منطقیون اهل قیاس خورده میگیرند، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. پسندیده پرسیدی هوشمند، بگویم جوابت گرایت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمی زاد و دیو و ملک. همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. نگه دارد از تاب آتش خلیل، چو تابوت موسی ز غرقاب نیل. عظیم است پیش تو دریاب موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنی به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر 7 دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. و شمس هم چون بنا بود که ذکری هم از
کلام شمس بکنیم، همین معنا رو به طور بسیار خلاصه آنچنان که سبک شاعرانه کلام اوست گفته: عقل تا درگاه میبرد اما اندرون خانه نمیبرد. آنجا عقل حجاب است و دل حجاب و سر حجاب. عقل سست پای است از او چیزی نیاید. این که پای استدلالیان چوب بودن فرمودن همینه. سعدی هم همونجا گفته که تو لنگی به چوب آمدی، ما به پای. مولانا هم تعقل و استدلال رو بها میده، چون خودش استدلال میکنه، در خود کارش کار استدلاله در مثنوی. حتی وقتی میخواد به حوزه عقل در مقابل عشق اشاره بکنه باز با استدلال حرف میزنه، نه اینکه تعقل رو ناچیز میشمارن. اما حرفشون اینه: ای دهنده عقل ها فریاد رس. اونی که عقل رو داده نهایتا اون باید: ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تراش. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. امن پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. این کلام پیغمبره. گفت: موتوا کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتوا بالفتن. چرا؟ برای اینکه باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. همچو عارف کو از آن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بهر فراق. تا که روزی این بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد آن شمع جان. بعد در این راه، در راه این تلاش و این جهاد که من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، که شمس در کلماتش هست که میگه از اونوری بخونید که کسی که لنهدینهم سبلنا اون وقت من جاهد فینا میشه در عبارت شمس. در اونجا هم برای این تلاش، برای این اجتهاد، به اصل اجتهاد و تلاش عقلانی برای رسیدن و فهم همین معنا هم باز مولانا اونجا انقلت وارد میکنه. میگه که یک عنایت، میگه خود این فهم این نکته هم موقوف عنایت ازلی است و باید اتصال به او پیدا بشه، یا به قول شمس از اون سو انتخاب بشه. یک عنایت به ز صد گونه اجتهاد، جهد را خوف است در ره صد فساد. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست. همون مرگ پیش از مرگ اونم باید عنایت بشه که انسان بفهمه. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت هان جایی مایست. یا اون نکته‌ای که فرمودند که جان نهاده سوی بالا بالها، این که جان آدمی به بالا رو داره و در زده تن در زمین چنگال ها. باز این اشاره کوتاهی فرمودن در به تفصیلش در داستان ناقه مجنون هست که بود مجنون را سبکرو ناقه ای، از پی لیلی مرو را فاقه ای. دلش تنگ شد برای لیلی و میخواست بره شهر لیلی، سوار ناقه شد. ناقه را میراند مجنون هر زمان، کره ای از ناقه مانده در مکان. ولی بچه این شتر تو اون شهر اولی بود، هر چقدر که میرفت به اون طرف شتر وسط راه تا میفهم. مجنون وقتی، این تشبیه خیلی زیباست، وقتی مجنون سوار ناقه به شهر لیلی نزدیک میشد، این هیجانات عاشقی و تصویر سازی های درونی او باعث میشد که یادش بره کنترل شتر. این که افسار شتر از دستش رها میشد و سست میشد، شتر میفهمید که این از حال رفته و کنترل نداره بر او. ناقه را میراند مجنون هر زمان، کره ای از ناقه مانده در مکان.
یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. میگه در 3 روز ره بدین احوال ها، مانده مجنون در تردد سالها. 3 روز راه بود. این راه طولانی که در زندگی ما نمیتوانیم طی کنیم، چون این اتفاق میفته، یکی به این طرف میکشه، یکی به اون طرف. جان به یک سو میکشه و تن به سوی دیگه. در 3 روز ره بدین منوال ها، مانده مجنون در تردد سالها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم بر دو ضد، پس همراه نالایقیم سرنگون خود را ز عشق اشتر در فکند. گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. گزیده هایی از مقالات شمس رو من خدمت شما عرض میکنم، ولی حق این است که این مجالس از اونجایی که ادامه خواهد داشت، مثل بعضی از مجالس این مقالات شمس از اول شروع بشه. هر جلسه نصف صفحه، 1 صفحه، 1.5 صفحه. و چون این مقالات شمس انتخاب کردنی نیست، همه جاش زیباست و این یک گزیده هایی است از مقالات. مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامدم و این کسانی که رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگهای ایشان می نهم. آن پادشاه گفت که خواهم کسی با من بیاید که سخن نگوید الا من نگویم، و اگر من بگویم جواب مطابق بگوید یا جواب مطابق بگوید، هیچ زیادت نی. چون باز آمد گفت زن داری؟ گفت زن دارم و 2 بچه. شاه هیچ مراعاتش نکرد و گفت راهش مدهید. او رقعه‌ای بنوشت به شاه که آخر موسی علیه السلام را سؤال کرد و ما تلک بیمینک؟ او جواب داد هی عصای اتوکل علیها و احش بها حالا علی غنمی. شاه جواب نوشت که اونجا حکمت دیگر بود. اما عاقل آن بود که مطابق جواب دهد. یکی را میپرسیم تو کجا میباشی؟ گفت در تونها. این دروغ است و نامطابق. در 1 تون بیش نباشد. 1 متحیز در 2 حیز محال باشد. چجوری در تونها؟ تو در 1 تون بیشتر نیستی. میگوید اگر صبر کنی جفا نگویی، آن اندیشه کجا گنجد در خانه دلم، که خانه پر است 1 سوزن را راه نیست. توننباری را آورده که اینجا بنه، کجا نهم؟ جا بنما. این توننبار استاد موحد اینجا حاضره، من از ایشون است. این امروز در تبریز این ما میگیم تولانبار. این تولانبار ترکیه و این توننبار فارسیه، ولی اون موقع به کار میرفته. شمس هم در اینجا به کار برده. یک شرح بسیار ساده‌ای به این شعر بیت حافظ آورده است. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. گفته است که نزدیک ما آن بود که خرقه‌ای که انداختند به وقت سماع، آن را رجوع نباشد اگرچه 1000 جواهر می ارزد، و اگر نه در آن سماع و در آن حال مغبون بوده است. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. بالاخره حالی بهش دست داد، خرقه را سوخت. اون خرقه ای که انداخت دیگه دنبال او نمید. شمس و مولانا
نفاق کنم یا بی نفاق گویم. این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود من دیده در نرسد الا به ماه در رسد. از غایت شعاع و روشنی دیده طاقت آفتاب را ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه برسد. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. و این یک واقعیت است. شمس است. مولانا دنبال او هست. تو را مانع هاست. مال قبله اغلب خلق است. رهروان اون را فدا کردند. یک پول عزیزتر است پیش دنیا پرست از جان شیرینش. گویی او را جان شیرین مگر جان او، گویی او را خود مگر جان نیست. اگر جان بودیش مال پیش او از آن عزیزتر نبودی. والله که یک پول پیش دنیا پرست قبله است. این داستانی است که میدونید، ولی جمله ها رو فقط عنایت کنید. فعل ها اگر جابجاست این کار شمسه و بسیار بسیار زیباست. وزیر گفت این گوهر را چگونه بشکنم؟ شاه گفت راست میگویی، چون بشکنی؟ بوسه ای بر چشمش داد. اکنون به این حرکت بوسه عاقلی میجوید، به این امتحان عاقلی میجوید. مبلغ دلداری ها کرد. شاه محمود گوهر را داد به حاجب و حاجب مقلد وزیر است. خواسته که قبله و تحسین شاه ببیند. دید اون را بوسید، وزیر را بوسید و اینها و خلعتها داد. در حق وزیر میگوید حاجب را این گوهر نیکو هست. گفت چه جای نیکو؟ هم بی ادبی خوب هست 100,000 خوب. زیادت به تحسین شاه اون هم بی ادبی. اکنون بشکن. چگونه بشکنم؟ که وزیر میگوید که همه ملک شاه ربع گوهر نیرزد. اکنون لایق خزینه هست. ای والله لایق خزینه است. فرمود که احسنت. خلعت و بران خلعتی دیگر و جامگیش افزود. این هم امتحان. تا کسی مگر هست پیدا شود. گوهر دست به دست می آید تا به ایاز. شاه به اندرون میگوید در دلش، شاه به اندرون میگوید ایاز من، و بر او میلرزد و میگوید که مبادا او این گوید. باز میگوید که اگر بگوید محبوب است، هر چه خواهد تا بگوید. گوهر رسید به این طرف و این طرف تخته بستند تا کسی پهلوی ایاز نباشد. پادشاه دست می کند تا گوهر را بگیرد، از بیم که نباید که ایاز همین گوید. ایاز نظر کرد به شاه که چرا می لرزی بر من؟ ایاز آن باشد که بر وی بلرزند. اندرون او پرورده، دل او مکمل، حقیقت او مؤدب. سلطان گفت ایاز را ای سلطان بگیر گوهر را. نه ای بنده بگیر. در زیر اون بنده گفتن 1000 سلطان بیش بود. او را 1000 بار خوشتر آید تا مخفی باشد. اگرش سلطان گوید برنجد که برو مرا در من یزید انداختی، مرا مزایده گذاشته، حراج کردی مرا. گوهر را بگرفت، گفت خوب هست، گفت خوب است، بران هیچ زیادت نکرد. لطیف هست، لطیف است، والله بر آن هیچ زیادت نکرد. گفت بشکن. او خود پیشین خواب دیده بود
و 2 سنگ با خود آورده و در آستین نهان کرده. بزد گوهر را و خشخاش کرد. غریو و آه برآمد از همه. گفت چه آه است، چه غریو است؟ گفت چنین گوهر قیمتی را بشکستی. گفت امر پادشاه با قیمت تر است یا این گوهر؟ سرها فرو کشیدند. این بار 100,000 آه از دل برمی آرند. چه کردیم؟ شاه سرهنگان جلاد را فرمود که از کنار بگیرید تا کنار این احمقان را پاک کنید. ایاز گفت ای شاه حلیم، العفو اولی. خیلی متشکرم. و یک یادی میکنم از در استاد موحد تشریف دارن در مقالات شمس اشعاری از هم عربی هم فارسی، بعضی گویندگانش معلوم هست بعضی نیست. این یک رباعی هست و یک شبیه یک رباعی هست از مرحوم استاد محمد امین ادیب طوسی، استاد ما در دانشگاه تبریز. من هر دو را میخونم، 2 تا رباعی. اندر طلب دوست همی بشتابم، عمرم به کران رسید و من در خوابم. گیرم که وصال دوست در خواهم یافت، آن عمر گذشته را کجا دریابم. مرحوم ادیب گفته بود گیرم که فلک همدم و همراز آید، ناسازی دهر بر سر ساز آید. یاران گذشته از کجا جمع شوند، وین عمر گذشته از کجا باز آید. خدا رحمت کنه به استاد ادیب طوسی و خیلی متشکر از شما. گفت خدا یکیست. گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه ای، 100,000 ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده پژمرده فرو فسرده. او خود هست، وجود قدیم او هست. تو را چه؟ تو نیستی. لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. هر که در آید در این لا اله الا الله، نگفت هر که بگوید نام این حسن. گفتن نام حسن نیک سهل است. بگویی به زبان من در حسن رفتم، یا بگویی به دمشق رفتم. اگر به زبان است به یک لحظه به آسمان و زمین بروی، به عرش و کرسی بروی. گفت من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنه. او یکیست، تو کیستی؟ تو 6,000 بیشی، تو یکتا شو وگرنه از یکی او تو را چه؟ تو 100,000 ذره، هر ذره به هوایی برده، هر ذره به خیالی برده. خالصا بینته مخلصا به فعله. وعده دخل الجنه حاجت نیست، چون آن کرد آن فعل در عین جنت است. این گفتن پیشگو ایشان را گرمک می کند، فضا رو گرم. این گفتن پیشگو شوق ایجاد می کنه، ایشان را گرمک می کند، سردک نکند. ما آن پیشگو باشیم. کارها به گفت مجرد، کارها به گفت مجرد برآمدی، یا به خرقه 7 رنگ. محققان را شیون بایستی داشتن، سجاده بینی 7 رنگ. ای شیخ تو را گفتند از رنگ برون آی. سجاده بینی 7 رنگ، ای شیخ تو را گفتند از رنگ برون آی. این کلام شمس است که به این بیرنگی خداوند، بیرنگی کسی که میخواد خدایی بشه اشاره میکنه. آن سو یک رنگ، یک صفت، خوش عالمی است، عالم حق. یادآور اون جمله معروفی است که از
رابعه ادویه ذکر میکنند. در تذکرة العلیا اومده نقل است که رابعه 4 درم سیم به یکی داد که مرا گلیمی بخر که برهنم. آن مرد برفت و باز گردید، گفت یا سیده چه رنگ بخرم؟ رابعه گفت چون رنگ در میان آمد به من ده. آن سیم بستد و در دجله انداخت، یعنی که هنوز گلیم ناپوشیده تفرقه پدید آمد